گلبهار دخترم پدر و مادرت است؟ بله چیکار بله می‌کنی؟ جناب عالی. پدرم در مهاجرت مهنتی یعنی که در روسیه کار میکنن، مادرم صاحب خانه زن میباشن. صاحب خانه. چند فرزند هستی؟ ما در عائله 3 فرزند هستیم، 2 برادر دارم. 2 برادر دارید؟ فیلولوژی تحصیل کردی؟ بله جناب عالی. است. چیه اینقدر خراب هستی؟ یا دیت میکنی؟ نه نمیدونم. کرسی چهارم ها؟ بله. در گروهتون چند تا دختر هستند؟ 27 تا دختر هستن، 5 نفر پسر هستن. بچه های خوشبخت بودیم. همین 27 تا دختر تا کرسی چهارم چند نفرش شوهر کرد؟ 10 نفر دختر ماندیم شوهر نکرده یا دیگر 17 نفر شوهر کرد؟ بله. این 10 نفر دم شما میداره؟ نه حالا اولادار نیستیم. ها جناب. من برعکس فهمیدم. داماد شونده است؟ نه حالی هست؟ نه تلفن داره نیست یکون کسی؟ نه. از روی نقشه هایی که برای به پیش خود کشیدم حالا اولادار شوی فرصتش نآمده است. چی باید؟ کرسی چهارم ها؟ کرسی چهارم توی میکنی؟ کرسی پنجم دیپلم هم میگیری یا که پیسرم تولد میکنی؟ بعد کار سر میکنی؟ گلبهار بسیار نامش زیبا. رحمت جناب. بسیار نامی زیبا. رحمت. باور کنید این قدر هم اینا نگاه کنید هم گل همه وقت گل است، لیکن بهار هم این گل است. چقدر مثلا نامی زیبای بانوای تاجیک در بسیار زیبنده است. دختر جان دوشنبه نمیری تحصیل کنی؟ ها؟ من میخوام حاضر مقصد اولا دانشگاه را با دیپلم سرخ تمام کنم، سپس تحصیل خود را در ماجستراتور در شهر خوجند ادامه دهم. همینجا با؟ بله. مالش موضوع نیست. چی خدمت کنم دختر جان؟ چی خدمت کنم؟ تشکر جناب. همین دیگه گوش کن، همین چیز داره، من همین دیلتا یکون آرزو داره. فقط سپاسگزارم. فقط تشکر میگویم جناب عالی. بیا نصیحت کنیم. همه این خدمت هایی که شما برای جوانان مهیا کردید. اگر نمی بار آمدین من نمیشناختم، وقتی که سخن کردی دیدم. خب یک نصیحت کنیم. 1 سال دیگه تحصیل مونده است؟ این سال تمام میکنم جناب. این سال ختم میکنی؟ بله. خب من شما نام نسبتون را نوشته گرفتم. گرفتم. می مایلش خدا کدام وقتی که توی کردنی شوی ما را خبر کن. خوب شده. ما توی شما را میکنیم پر از حساب خودمان، از حساب معاش خودم میکنم، توفت را تشکر جناب میکنم. تشکر. احسن یک جان تشکر.